پاراگلایدر وسیله‌ایه که هیچ موتوری نداره و بدون موتور پرواز میکنه، با نیروی وزن پرواز میکنه و با انرژی پتانسیل. کاملا موضوع علمی هست. قانون اول نیوتن، قانون سوم نیوتن، قانون برنولی و قوانینی که ما تدریس میکنیم در کلاس‌های نظریمون که این وسیله چجوری پرواز میکنه. اینو شروع کردم بگم که پاراگلایدر میتونه ساعت‌ها در آسمان پرواز بکنه بدون هیچ گونه سوختی و بدون هیچ گونه موتوری، صرفا با انرژی پتانسیل و نیروی وزن و علل خصوص به ویژه استفاده از نیروی هوای گرم. به عقاب میخوام اشاره بکنم. ما این وسیله رو میتونیم بگیم طراحای پاراگلایدر این وسیله رو از روی عقاب ساختن. عقاب اگر دیده باشید ساعت‌ها در آسمان پرواز میکنه بدون که یه دونه بال بزنه. بالش رو باز میکنه، به صورت 360 درجه دور میزنه، شما در یک نقطه‌ای میبینید و بلافاصله در یک نقطه بالاتر در کسری از دقیقه عقاب رو میبینید. پاراگلایدر آفتاب به عنوان یک منبع انرژی به زمین میتابه، زمین گرما رو دریافت میکنه و این گرما رو پس میده به سمت آسمان. این گرما که به سمت آسمان میاد، پاراگلایدر میاد روی این گرمای به سمت آسمان میاد، به بالا میره و صعود میکنه با استفاده از این هوای گرم از انرژی تابش خورشید و میتونه ساعت‌ها در آسمان پرواز کنه. رکورد پرواز پاراگلایدر در سطح جهان بیش از 600 کیلومتر، 610 کیلومتر با پاراگلایدر تونستن مسافت برن که یکی از رشته‌های ورزشی مسابقه‌ای و رقابتی پاراگلایدر هست به نام رشته مسافت یا کراس کانتری اصطلاحاً. در ایران رکورد آقایان دست آقای سهیل باریکانی هست با 441 کیلومتر از کرند غرب کرمانشاه پرواز کردن تا حوالی استان قزوین در شهر آبیک تونستن بیان. و در بخش بانوان خانم فاطمه شریفی با مجددا از کرند غرب کرمانشاه پرواز کردن تا حوالی آب گرم قزوین تونستن 330 کیلومتر پرواز بکنن به وسیله پاراگلایدر. آفرین.